خب من میخوام یه ویدیو کوتاه براتون بگیرم. کسایی که فوتبال بازی میکنن، فیفا بازی میکنن، پی اس بازی میکنن، هر چیزی، باید یک دانش فوتبالی حداقلی راجع به فوتبال داشته باشن. نکته اینجاست، من خودم الان دارم فیفا بازی میکنم چون پی اس خوبی وجود نداره، ولی در مزخرف بودن فیفا فقط اینو میخوام بهتون بگم. این صحنه رو ببینین. این صحنه بازیکن تاتنهامه، توپو میبره جلو قشنگ نرمال، منم یه تکل زود رس میزنم برای اینکه این پاس توی 6 قدم من نده. فقط نگاه کنید الان اینجا پای بازیکن اول به توپ خورد، درسته؟ اوکی، این صحنه یه صحنه است، بازیکنم خورد زمین. تو فوتبال خیلی نرماله. بعدم الان باید یا ضربه دروازه نهایتا اعلام بشه، اگه خورده پاشه به پای بازیکن من، در نهایت باید کورنر اعلام بشه. این صحنه پنالتی گرفت. این صحنه پنالتیه. باورم نمیشه چقدر احمقانه است این فیفا، چقدر احمقانه است این بازی. هوش مصنوعی این بازی، صحنه های این بازی، حرکات بازی، تمام چیزهایی که مربوط به این بازی مزخرف.